بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم. میخواستم دو تا پیام رسان رو با هم مقایسه کنم. یکی پیام رسان ایرانی گپ و یکی پیام رسان واتساپ. تو دو تا مورد میخواستم این پیام رسانا رو با هم مقایسه کنم. اول اینکه کدوم یکی سرعتشون بیشتره و دوم اینکه کدوم یکی اینترنت کمتری مصرف میکنه، مصرف اینترنتش پایینتره. برای این کار یه سری فایل مشترک رو با هر دو تا پیام رسان ارسال میکنم، بعد نتایج رو با هم مقایسه میکنم. از پیام رسان واتساپ شروع میکنم. حجم فایلایی که میخوام ارسال کنم در مجموع 400 مگابایته. این چند تا فایل زیپ شده که در مجموع 400 مگابایته. به محض اینکه دکمه ارسال رو زدم کرونومتر رو روشن میکنم و نتایج رو مقایسه میکنم. میخوام ببینم تو چه زمانی این فایل رو برام ارسال کرده. قبل از اینکه الان اینترنت هم نگاه میکنم، ببینید هنوز که اینترنت رو رفرش نکردم مصرف اینترنت هم یعنی باقی مانده بستم 2.97 گیگابایته. از این اینترنت شبانه الان دارم استفاده میکنم که به قولی از بسته من 2 گیگابایت و 970 مگابایت باقی مونده. حالا میخوام ببینم بعد از اینکه این فایل ارسال شد، این فایلایی که در مجموع حجمش 400 مگابایته چقدر از بسته اینترنتی من باقی میمونه. یه نکته هم بگم، من این فایل‌ها رو میخواستم به صورت یک جا بفرستم، اما یه مشکلی داره. این یک جا فرستادنه، یعنی اگه به صورت یک فایل یک جا میفرستادم که حجمش 400 مگابایته، واتساپ این کارو قبول نمی‌کرد. واتساپ فایلی که بیشتر از 100 مگابایت باشه ارسال نمیکنه. بنابراین زیپش کردم و به چند قسمت تقسیمش کردم. البته تو پیام رسان گپ این مشکل رو نداریم، یعنی شما میتونید فایل‌های حجمش هر چقدر که باشه ارسال کنید، ولی خب واتساپ این محدودیت رو داره. بنابراین ما مجبور شدیم فایلمون رو چند تیکه کنیم بعد ارسال کنیم. خب تا به حال 1 دقیقه و 23 ثانیه گذشته. خب تموم شد. 9 دقیقه و 38 ثانیه زمان برد تا توی پیام رسان واتساپ این فایلای من که در مجموع حجمش 400 مگابایت بود رو ارسال کنه. حالا ببینیم چقدر از اینترنت ما مصرف شده. رفرش میکنم اینو، برنامه ایرانسل منو، سایت ایرانسل منو رفرش میکنم. خب اینجا میزنم که جزئیاتش رو ببینم. ببینید 2.97 گیگ از اینترنت من باقی مونده بود، الان شده 2.2. یعنی چی؟ 770 مگ از اینترنت منو مصرف کرد. 770 مگابایت از اینترنت منو مصرف کرد. برای ارسال 400 مگ تقریبا 2 برابر این میزانو از اینترنت من مصرف کرد. چون الان ببینید من الان دارم از این اینترنت 3 گیگ 3 ساعته استفاده میکنم. تقریبا 2 برابر حجم فایل اینترنت منو مصرف کرد. حالا همین کارو با پیام رسان گپ انجام میدیم. زمانی هم که طول کشید 9 دقیقه و 38 ثانیه بود. خب زمان رو 0 میکنم دوباره و فایل رو این بار با پیام رسان گپ ارسال میکنم. یه مزیتی که به نظر من اینجا گپ داره اینه که به ما میگه که چقدر از فایل رو ارسال کرده و الان کدوم فایل رو داره ارسال میکنه. تو پیام رسان واتساپ همینجور این دایره ها داره میچرخه و مشخص نیست که الان کدوم فایل رو داره ارسال میکنه و چقدرش رو داره ارسال میکنه، ولی الان مشخصه که چه میزان و از چه فایلی رو داره ارسال میکنه.
خب تموم شد. میبینیم که پیام رسان گپ این فایل رو توی 5 دقیقه و 49 ثانیه ارسال کرد. تقریبا میشه گفت پیام رسان واتساپ اون فایل رو تو حدوداً 10 دقیقه ارسال کرد. پیام رسان گپ همون فایل رو توی تقریبا 6 دقیقه ارسال کرد. حالا مقایسه کنیم ببینیم پیام رسان گپ چقدر از اینترنت ما مصرف کرده. دوباره رفرش میکنیم اینترنت رو. 2 گیگ و 70 مگ یعنی چقدر؟ یه چیزی هول و هوش 130 مگابایت از اینترنت ما مصرف شده. 130 مگابایت. با پیام رسان واتساپ ارسال کردم تقریبا 770 مگابایت از اینترنت منو مصرف کرد. اما تو پیام رسان گپ همون فایل رو ارسال کردم با همون حجم 130 مگابایت از اینترنت منو مصرف کرد. پس این شد یه مقایسه بین پیام رسان گپ و واتساپ، هم توی سرعتشون و هم توی مصرف اینترنتشون.